اما باور کن خودم رو زیبا نشان میدیم، چون که زهرایم مرا زیبا بیند. من به تو دیوانه و عاشقم. ای شوکت، در همین جا تو چی خیلی میتوانی خورخور کرده خواب میکنی؟ من نمیفهمم. رحمت برادر، همه فکرهای سرم را پریشان کرده. به من گوش کنید. این دختر عروس دوملوزیو است. ینگه هممون میشود. ناحرمتی نمیکنین. اکای کنعان فرمان داد که او را بسیار خوب نگاهبون میکنیم. نمیگ تو به محله رو خبر دزدیدن زهرا را پخش کن. تو را خبر کرده بودم. با من آدم بر این گپ زن. خودت را حرمت کن. آدم برین با آدم گپ میزنیم. گوش کن. در پیش اکای کنعان مرا شرمنده کردی. خبرکش را بس کن که کارم بسیار است. به تو وقت ندارم. اگر خواهی با اکای کنعان گپ زنم. من به محله میروم. راست به محله میروی. بخشیدم رفته بچه. ینگه زهرا ساز هستی؟ اکای کنون سلام گفت. شما را یک روز دیگر در اینجا می‌داریم. این را رسانم گفت. یگان خواهش داشته باشد شرم نداشته گوید گفت. همین خیر؟ بله، هر چی می‌خواهی بگو. بسیار گرسنه شدم. من زود میارم. چی خوردن می‌خواهید؟ قروتاب. قروتاب؟ بله، قروتاب. راه قروتاب خانه دور است. پمیدار و بادرنگ و چک و نان خریده آرید؟ من خودم میخورم. نه، شما را کشودن نمیتوانم. خیر، نه آرید نمیخورم. نه خانم زهرا، فرمایش‌های شما را من خودم میارم. خاطر نشوید. یگان مشکلی است خانم زهرا؟ یگان مشکلی دارید میگوید ای دیوانه. کرسی بسیار سخت بود است، میانم در کرد. بچه ها، یگان کرسی ملایم بیاره. چی ایستادید؟ زود باشه. فرمایشتان قبول. زود میارم. این نمیچه است کو عیناً اوست. معلوم می شود که او با این کار همراه است به شرف. من دستان او را نشکنم گناه می شود. میگویند دیوار گوش دارد گوش موش. هجوم نمیکنیم برادر؟ کم بدتر. تو چی سفسته میگویه برادر؟ چی خیلی چیز معلوم نشد؟ سافتای کامرا رو دیده؟ دیدم سردارم، اما هیچ چیز نبرآمد. باز بینید. اطاعت سردار. ای خدایا توبه. این دختر را که دزدید؟ سردارم البته که کنعانی دیوانه. واقعا رسول را نپوشیده بودیم. مگر این برای شما تصادف است؟ لیمن بس. خاموش سرم را گرنگ نکن. حاضر. زهرا را یا کنعان دزدید یا زاغ سیاه. کی بودن زاغ سیاه را نمیدانیم آخر. حجت را به نام من کی روان کرد؟ چرا فرستاد؟ تمام. آخر زهرا را کی دزدید؟ البته که کنعانی دیوانه دزدید سردارم. رسم را باز میخواهد. از همین سبب زهرا را دزدید. کنعانی دیوانه میخواهد که به عوض رسم زهرا را عوض کند. وگرنه او خیسنگلت را در سرش میزند. کاش که تو را میدزدیدند. کاش که تو را میدزدیدند. او قیسنگل نازنین تو ماندگی مرا در سرش میزنه ای سردار. من کی از تو خلاص میشوم؟
من نفهمیدم سردار. لوند امروز از درون خواهش آنقدر تو رو نجات دادن می آید که به تو فهماده نمیتوانم. کاش که تو رو می دوزیدن و نجات بدادم. چی ها میکردم. سردارم بعض وقت دیلکی مرا میشکستید، اما من حس میکردم که شما با من مهر دارید. البته مهر دارم. از دهانت بوی دروغ آمد. دو شو از اینجا، دو شو. رفیق سردارم، یک فکر حیوان به سرم اومد، از گپ زنم. بگو آخه. سردارم وای شوگری کنعانی دیوانه پایتکی دوز را چی خیلی از بقبیم بکنیم پرسپاس. از بیکاری خوبتر است. گپی آقا. در کجا باشی زهرا؟ برای چی شد؟ یا اینکه گریه داری؟ ایستا با اون نل جنگ کردید ها؟ نه بابا جان، وقتی آمدن هم گفتم که مناسبت ما با نل خوب است. بین اشکای چشمت میروند. نه بابا جان، از سحر باز من هم فهمیدم چی است. چشمانم سوخته دارند، الرژی شدم، از همین سبب است به فکرم. خوبش من رفته دست رویم رو شویم. ای خدا، اینها چیزی را پنهان دارند. من بابایم میفهمم. پدر جان، این کار ناخوب است. نبیرتان در خانه‌اش تنها مانده بود، برای همین به اینجا آمده است. او را بفهمید. 60 بار به این اونل گفتم گوی او را بیاید. اگر یگان کار دیگر کرده باشد عمیق جدا می شوند. پدر جان این خیلی فکر نکنید. اگر حالی با شوهر جنگ میکرد از رویش این را مشاهده میکردید و باز خودتان میدونید که نبیرتان سیر داشته نمیتواند. او حقیقت را همیشه میگوید. با کی زنگ میزنید پدر جان؟ به زورا. بهتر از زنگ نزنید پدر جان. حالی گفت کو من با زهرا صحبت کرده بودم. زهرا سلیم رو با بیمارخانه برده است. شاید آنها در راه باشند. بهترش آنها رو خاطر پریشان نکنیم. الو تلفنش جواب نمیدهد. شاید علاقه قطع شده باشد. تلفنش جواب نمیدهد. قوهش تموم شده باشد. بعد زنگ میزنیم پدر جان. ایستا حاضر یک به سلین زنگ زنم؟ نه، به سلین زنگ نزنید پدر جان. او حالا بیمار است. قوتی گپ زدن ندارد پدر جان. الو زورا جواب نداد کو. برای این به سلین زنگ زده ایستادم. الو سلین عزیزم بیا اینجا شینه. بیا او هم نمیبردارد. شاید در نزد دکتر است پدر جان. لیکن فرخ به همه چیز جوابی تیار داری. بی آواز است، علاقه نیست. یعنی پیش وقتی خیلی نبودی. تو این گپا رو از کجا میابی ها؟ سله جان جانم شوی، گریه نکن، گریه داب نشید. تشکری زیاد. سله جان به خدا ما خودم گنده نیستم. یکان خدمت باشم مرحمت. راستی میبینیمت لرزم میگیرم. این خیلی نگوید. اوی بنی تا بیوده نریزم. ای بخشیش اوی چشم بیوده نریزم.
بله زهرا به تو کی آمدنش را نگفت؟ گفتم که بابا جان به نزد دکتر رفتند تکنون کارشون کمی تمام شود اون وقت می آیند. صدایش را یاد کردم. اشتهای تام. به شما هم. اگر بزرگ یکون چیز شود من طاقت نمی کنم. آخر خانم سلین لطفا این طبقه نشوید. با خانم زورو هیچ چیز نمی شود. ما از قفای کار هستیم. لطفا خودتان را پریشان نکنید. ای تونل سیل آمد بیام توزش میکنم. تشکری زیاد. سلین تو حالم در اینجا هستی. عزیزم در اینجا انتظار نشو. به خانه رو. اگر یکم خبر شود من حتما به تو خبر میرسانم. خاطر نشو. زهرا رو میابی. تشکری زیاد. لبین تو با من بیا. اما اکنون خیلی به پروا ایستادیم. من بسیار ناراحت شده ایستادم آخر. حاله جون من چورش رو دیده ایستادم. وضعیت پدرم رو میدونی کو؟ مایلشو آهسته آهسته گوییم چی؟ چی آهسته؟ یک دقیقه چرا گفتنیم؟ چی گپ است؟ از دیروز باز این فیش چی گپ شده ایستاده است؟ حالین جان بیا با این کار دخالت نکن تو. امک اگر خوی به ینگم هم گویم چخلی نباشد به نزدیکی بابایم هم میفهمد. گوی دخیر از خواطری میکفم. زهرا رو دزدیدند. چی؟ دزدیدند؟ چرا دزدیدند؟ پول میخواهند. نمیدونیم تولی ما هیچ چیزی رو نمیدونیم. ینگه بینید به شما گفتیم اما دهانتان را محکم دارید. به هیچ کس نگوید میلش. اگر بابایم فهمد دلش میکفت این رو برداشت کرده نمیتواند. ای حل جان مگر من میگویم اما شنود و دلش کفت ما هم خلاص شدیم اکنون. من باوری دارم که شما دهانتان را محکم میدارید. باور کن عزیزم باور کن. یک دقیقه این دومولوزیو در کجاست؟ عروس شوندهش رو میدزدن هنگامی که در کار است این آدم رو نمیابید. ینگ هم راست میگوید. در وقتی در کاری اونا پدید شد. شاید او هم جستجو دارد. در خونه آمده همراه ما بنشیند مگر شاید کوشش پیدا کردن او را دارد. اما که او چقدر امکان دارد و از کجا جستجو میکند؟ یعنی در اینجا اونال ماندگی و دومولوزیو میابد زهرا رو. اوف. چی شد؟ کرسی می‌آورند. اینجا زوادی میبیل بروری باشه. شوکت دویده فرمایش رو از آن شخص بیار. چی برادر گروس نموندی؟ ای برادر یکان چیز نپرس. بیار گفتم رفته بیار. مایلش حاضر میاره. ای جان مارو میگوشی؟ بیشک رفت. الو چینگیز عروسی بابایشان را خوب نگاه بین کنید. خاطر نشو که مشکلی نیست. گروس نشده است. کروتا فرمایش کردیم. اکا زهرا این را خواست. نمیک رو به محله رمون کردم. مایلش من با آنجا کمی دیگر آدم میفرستانم. آن زاغ که دو پیدا کی شد دستگیرش کنید. زاغسیا اینجا را چه خیل میابد؟ ای چینگیز تو صغیره چه خیل آدم هستی؟ از مکاری من شخصی که رسم را دزدیده است دختر را نمیابد ها؟ بر پدرتان لعنت. آیا پا خبرها رو شنیده؟ چی گپ شده است؟ نمیدونید مگر عروس شونده دومولوزیو رو دزدیدند. ای خدایا. چه خیل کی دزدیده است؟ نشیده چرا نگفتی؟ خبرها راستند؟ راست.
آقای اونال جستجو دارد اما حالا هم نیفتند. ای یا خدا تو زهرا را محافظت نمو. معلوم بود تلاشی دملو برای همین بوده است. وای 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 بهوده به اینجا آمدیم. این خبر کایها پهن شده است. دامولازیا رو ندیدید؟ از سحری باز نیستد. به سرش یکم بلان آمده همه باشد. پرس آقای خلیل. عروس شونده دامولا را دزدیدند. چی؟ کی دزدیده است؟ کی دزدیده است نمیدونه. پلیس جستجو دارد. دعا کنید که هرچی زودتر بیابند. دامولای بیچاره از روزی آمدنش به سرش چی بلاهایی نآمد. همش عیبی زهرا. ای جماعت مسلمین، عروس شونده دامولازیا خانم زهرا را دیروز وقت شب او مرده است. استغفرالله گویدم کیراج. بیچاره حیف. خدا رحمتش کنه دختر خشروب بود. ای جماعت این خیلی گفتنی نبودم. خدا قوتش دهد. دیروز وقت شب دزدیده شده است. کی دزدیده است؟ یعنی حالا داملا عروس شوندهش رو جستجو دارد. استادم در بالا ماند. واه زهرا خانم واه. ای جماعت، در این روزی وزنین دامولا باید در برش باشیم، اما از دست ما بغیر از دعا کردن هیچ چیز نمی آید. لطفاً پیش از رفتن برای فاتحه شده محترم دامولازیا دعا کنید برادرها. دعا کنید پدر جان. در همین جایی؟ در همین جایم. مرا چقدر دیگر اینجا می‌دارید؟ تو آمدن زاغ سیاه. چند بار دیگر به شما گویم من زاغ سیاه گفتنی شخص رو نمیشناسم. خانم زهرا، او شما را میشناسد. شخصی رو که من نمیشناسم مرا چه میشناخته باشد؟ عجبا. بخشش، به فکرم فرمایشتان آمد. من آنها رو میارم. اوف. بس آخر مونده شدم. مرحمت اکا. چند سوم شد؟ 25. حاضر که بقیه‌تون رو دیم. سردارم به اینجا خوراک آوردن. به کسی فرمایش دادن. مایله چشمت رو از آنجا نکن. من آمده ایستادم. چی میگوید سردارم؟ خوراک فرمایش دادن. میخوری؟ به خدا رودان تندر زدیستن سردار. ای دمت رو گیر، دمت رو گیر. وقت کشاندن گیر. آفرین. چی گپ است کیست اینجا؟ باشد برای نجات شما آمدم. این توی خواهد نشوید. کمی بعد از اینجا میبرایم. چی شده ایستاده است؟ کمی دیگر. تو کیستی؟ زاغ سیاه تو هستی؟
داشتم اما ای برو استغفرالله اکا این خیلی نگوید باقیاتون رو ای میدیم کم شو قدی بولد نگیرید باقیاتون چی گپ است؟ زورا ایستا خانم زورا شما میخوانم ما هستید لطفا سرده مرا چیکار کردی؟ به شرف از پشت تو آخر عروس دوملوزی ها را دزدیده اکای کنعان پیش از کنعان من تو رو میکشم سرده مرا زهرا خوب هستی؟ زهرا ای حضوری مقدمت در رو کشش شد زنده است؟ بیا سرش نزد شد زود بیرون رفته زود باش حکت برادر خفه نشو اما بعضا کلر هیچ کار نمیکنه دروغ از آنه که ینگه زهرا را زاغ سیاه پاغ سیاه شدن نجات میدی دوملوزیا شدن نجات ده قهرمان او میشوی ده تو این خیلی میگویی کمیسر رونال یکی در اونجاست دستگیر نکند باز کارهایمان برباد میرود لیکن در حیاتت یکم برگ پیروز زود بیرون رون دستانتان رو برداره در اینجا اینقدر آدم جمع شده است پس در داخل انیقگان واقع شده است من هم با فکر شما راضی هستم کوبی ینگم در همجا یکم جو نفرمانده باشه ای زهرایم اگر با تو یگان چیز شود چی کار میکنم کلاس و شکلی ای مرا گوش کن با فکرم دوایی کردم من با وی پایده کرد من با تو گفته بودم که برادر روز می شود تو با ینگه زهرا آیله دار می شوید البته اگر نمورده باشه ماشین تویتون ما به کله می گیرم گوش کن شوکت به عقلونه گپ نزن با خدا گنده و شکلی ها ای روی مگر پدرت نمیپرسد که دزدیدنی زهرا رو چرا از من پنهان کردید نمیپرسد ها خیر گفتم که اونال او رو نیفت پدرت از شما این رو نمیپرسد مگر چرا از من پنهان کردید گفت اگر یگم چی پرسد از من میپرسد تو همراه نشو نه آخر من هم علاقه میدونم من هم جوابگر هستم چرا آخر پنهان میکنید کی گویا نمیدونسته باشی پدرم بیمار است کسل دل دارد اگر شنود میمورد آخر اما همه وفات میکنند گویا که ترس به اجل یگان فایده دارد همین خیر وقتی همه می آید گویمو هیچ چرا ناندیشه ما حاضر فراماده با پدرم گویم که زهرا را دزدیدن چی؟ زهرا را دزدیدن؟ کی دزدیده است؟ انا بین همه یک تو به یک تو میشنود هیچ چیز تو ابد پنهان کرده نمیشود اینه که تو هم به این چسبیدی فرو آی مادر همه چی را چرا پنهان میکنی؟ تو هم به این چسبیدی میلیس مادر البته میچسبم مگر من حقی دونستن این رو ندارم ها؟ بعد از آنی که میلیس پرس و پاس دارد کی میداند پدرت چه خیل پرس و پاس میکند نمیدانم چی فکر کنم تو حالا هم پنهان کن این رو پنهان کن با مادرت گوی زبانش را نگاه دارد با بابایت هیچ چیز نگوید نباشد میدانی که دلش نمیبردارد بله مادر با بابایم نگوی میلیس دخترم با پدرت گوی که برای حقیقت را فاش کردن اخلاقی بد دارد این رو فهمده کنم بله پدر بله باز چقدر پنهان میکنید آخر میلیس با مادرت گوی کی ای بس است آخر چی گپی دارید به یکدیگرتون گویید مرا در بین ندارید آخر من چی گویم ها چی گویم با تو چی گویم اینجا نمیبردارد چیزی که گویم بیهوده است نه
این خیل نمی شود. این خیل نمی شود. با کجای نروم آرام نمی شوم. از زهرا حالا هم خبر نیست. یک بار هم زنگ نزده. حالا که صدای مرا نشنود آرام نمی شود این دختر. گویا داخل به زهرا یگان حادثه روی داد. амак аллакай бояд ягон чиз гӯем. гуфта наметавонем намебардорам. ҳолаташро бинед охир чӣ хел аст? бобоҷон ба кӣ занг мезанед? ба зиё занг мезанам. домод дар куҷо будани фотиҳа шудаашро медонистагист. агар надонадам ёбад. ин боби эшонам ҷавоб намедиҳад. шумо аз ман чизеро пинҳон мекунед, а? не ман дигар тоқат карда наметавонам. мегӯям. модар чӣ мегӯӣ? чиро пинҳон мекунед, а? охир бо ин роҳ ба падарам хубӣ не бадӣ мекунед. магар намебинед ҳоли ӯро? ё ин ки зӯҳро ба садама дучор шуд? не бобоҷон, худо нишон надиҳад ягон садама рӯй надодааст. хайр набошад чист гӯед? падарҷон зӯҳроро дуздидам. фарух биё кӯмак кун. бобоҷон ором шавед. бобоҷон бин. صبر کن. ترسیدی مایی؟ خانم زهرا خوب هستید؟ شکر خدا. من در کجایم؟ شما کی هستید؟ زهرا جان دامن سیاه. شکر خدا که خوب هستید. دامن سیاه من چه خیلی به اینجا آمدم؟ مرا بسیار ترساندید خانم زهرا. شما را دزدیدند. در همه جا جستجو کردم. از مسجد آمده ایستاده بودم که شما را اینجا یافتم. شما چه خیلی به اینجا آمدید؟ زاغ سیاه. کی؟ زاغ سیاه او مرا نجات داد. با خدا این زاغ سیاه کسی باشد خدا از او راضی باشد. در اصل با او آشنا شده با او رحمت گفتن میخواهم. چه خیلی آدم بود نمودش رو نمیفهمید. در رویش نقاب داشت. رویش رو ندیدم. آخری خیلی نمیشود خانم زهرا. یعنی اقلا یک رحمت گویم با او دل من آرام نمیشود. با خدا عجبا. یعنی نمودش چه خیلی بود اینش رو گوید؟ مانند قهرمان یک فیلم بود. در فیلم ها می شود که او به مثل سوپرمن بود. چینگیزی حیوان، چینگیزی پیشاخ، آدمان آمدن مکانمان را اشغال میکنن، دختر را میبرن. چرا شما را میخورانم ها؟ چرا من شما را میخورانم؟ او کیست؟ این زاغی سیاه کیست؟ کیست ها؟ کیست میگویم؟ اکا در اصل خوب شد که او آمد. اگر نمی آمد کمی سر اونال هم امان رو دستگیر میکرد. چینگیز میسوزانم انگیش میشود. خدا بلایتان را دیاد. نه اکنون مسئله ناموس شد. به هر دوی ما تنگ است. یا زاغ سیاه یا من. تو را شکست میدیم، اما اول تو را به چخوری جهنم. زود
نابوشمت روید خوشبوی را ده زهرا بیاید زهرا دیدید ینگه چیکار کردید اکنون این حال بابایم رو ببینید شما از آنی که مرا سرزنش میکنید زهرا رو یابید از ترسی آنی که با پدرم یگان چیز میشود خسته دختر رو جستجو نکردید از دیدن شب زهرا در خانه نیست این رو فهمیدید ینگه ما همش رو فهمیدیم اما از دستمان همین قدر کار میآید اونال هم باشد از دستش میآمدگی رو کرده ایستاده است زهرا آمد زهرا آمد زهرا آمد آپا جون زهرا جون زهرا دخترم زهرا جان این چی بلایی بود که به سرمون آمده؟ پدر جان نه زهرا آمد بابا جون نکن زهرا دختر جانم آمدم بابا جونم جونکی من دخترم به تو یگان ضرر ندادن نه؟ خوبم بابا جون بشمانخی چی شد؟ تو رو دیدم که الکی خوبم جانکم بشما چی شد بابا جون؟ چی میشد؟ بعد اونی که تولین دزدیده شدنی تو رو گفت بابایم همین طور شد احسن به تو زهرا کمی فهمون چی روی داد دامولوزیو از وقتی که زهرا گم شد شما هم در این جایها نبودید با فکرم او را جستجو داشته ده؟ البته خانم تولین دیگر کار کردن هم ممکن نبود آخر زهرا جان کنی فهمون تو رو اونال یافت چی خیل شد؟ نه اپا جان مرا زاغ سیاه نجات داد زاغ سیاه؟ بله زاغ سیاهش کیست؟ زاغ سیاه؟ زاغ سیاه سوپر قهرمان نزدیده نوی زهرا برادر این دفعه انیق به تو عاشق شد شوکت تو دیوانه یا؟ قهرمان من نیستم آخر برادر زاغ سیاه است من این وضعیت رو نفهمد گفته داملا زیاه هستم که با او ازدواج ساخته کردم چون زاغ سیاه میگویی چشمانش کشاده میشوند با من حتی تا این دمی خیلی نگاه نکرده بود برادر تو عقلت رو خورده ای؟ تو خودت از خودت نفرت کرده ایستاده ای؟ زاغم توی کیلس هم اولا هم من همین رو میگویم شوکت کلت کیلس زاغ سیاه داملا زیاه من کیم برادر ای مرا گوش کن برادر میگویند به یک مرد 40 هنر کم است از این نو 3 هنر داری زاغ کیلس مولا تو مرا نمیفهمی آخر چرا من یک آدم شدن نمیتوانم من تنها یک آدمی که زهرا دوستش میدارد شدن میخواهم و خلاص برادر در این دنیای غریب از عهده 3 نقش برآمدن بسیار کاری خوب است خدا به تو 3 تا نصیب کرده است استفاده بردن گیرو برادر شکر ای تو سر و کار داری برادر ها استغفرالله چه علاقه دارد من تنها چی را فهماندنیم حالا تو همچون زاغ سیاه زهرا را جلب کردی که حالا تو زاغ سیاه هستی که زهرا هم این را نفهمیده تو را نداند هم گپم را گم کردم اما تو مرا فهمیدی بخشش برادر ساده کرده فهمانم تا ما نجات ندادیم برادر آنقدر جان کندی عذاب کشیده نجات دادی تو چرا در نزد دختر نیستی تو چرا فهمیدن نمیخواهی کمی سر رو نو یزنه این دختر کمی پس همینجا آمدنش ممکن است من گویا که نمیدانم از همه درستش تو میدانی نفهمیدی برادر نفهمیدی ها خیلی ما برای شما بیعقلیم تو میفهمی و هم بوجه اوف تا مرا در یک جای مانند انبار نگاه می داشتند بعد زاغ سیاه نجات داد نقاب داشت یک به خود بودم یک بی خود راستی اونقدر خوب در یاد ندارم چی ها شده است ما بی خبر سیلین به تو گپ ندارم بابا جان برای سلامتی شما به تو یگان ضرر نرساندن چند بار گفتم که جانکی من هیچ ضرر ندادند مانند فیلم شده است زاغ سیاه چرا تو رو نجات داد مادام که نمیشناسد من از کجا دانم که زاغ سیاه چرا مرا نجات داده است بابا جون اونال میخواد که از زهرا بیانات گیرد خوش آمدید یزنه خوش باشی جون خوش آمدید سلام خانم سلامت باشید
سلامت باشد. از آن آدمانی که زهره را دزدیدند و زاغ سیاه را هم یافته، از آنها بیاناتشان را گیرند. میابیم جناب، خاطر نباشه، هیچ غمگین نشوه. بابی اکرم خاطر نشوه، سردارم گفت میابم. زهرا حالت خوب است؟ خوبم یزنه. زهرا فهمون که چی خیلی نجات یافتی؟ در مکانی مانند انبار بودم یزنه. بعد زاغ سیاه اومده مرا نجات داد. آدمون رو به زمین افتاند. اونقدر در خاطر ندارم، نی خوب داشت. اما در اینجا در کتفش یک رسم کشیده شده بود. رسم داشت؟ سردارم رسم میگوید. زهرا چی خیلی رسم بود؟ به خاطر ندارم، اما مانندی چی بود؟ به خاطرم، اما انیق رسم داشت. چی خیلی رسم داشت زهرا؟ نمیدونم یزنه، از یادم رفته است. اگر این زاغ سیاه کلتکلاس نباشد من دیگر هیچ چیز نمیدانم. ای کلتکلاس، تو حالا هم نمرده ای؟ زنک جان من، اگر تو حالا هم دانی که من کلتکلاس را فکر دارم، از من جدا میشوی؟ یزنه، فکرتان پریشان شد؟ نه، فکر داشتم. عزیزم، این زاغ سیاه کیست میدونی؟ در حقیقت کیست این زاغ سیاه؟ زهرا جون افتش چی خیل بود؟ جونکم گفتم که به خاطر ندارم نقاب داشت، اما قد و بستی بلند داشت، مانند یک آدمی کلان با لباسهای سیاه بود. مانند شاهزاده سیاه، مانند سوپرمن، مانند بتمن. چه خیلی زوره؟ ملیس، ای خاموشی است. باز خوشت نرود سوپرمن گفته. اونال جان تخمینا نگم چی رو میدونه؟ در بارش پورا معلومات نداریم، لیکن تحقیق داریم. نبیرم را نجات داد کو. برای من از همه دیده عزیزتر است. اگر او را بینم از پیشانیش میبوسم. بابی اکرم، از بالا نقاب بوسه کردن جایز نیست. بابا جان، من سخت مانده شدم. رفته استراحت کنم میشود؟ میشود، البته. رفته استراحت کن. چی ها سر نگذراندی؟ سلین، بیا به دوگانت کمک کن. البته بابا جان. زهرا جانکم بیا. عزیزم، با اجازت شما. زهرا جان، بسیار خسته ای، استراحت کن. اما پگاه به شوبه بیا، بیانات پر را گیریم. مایلش از نه. شبی خوش. شبتان بخیر. خیر. شب بخیر. رسمی چی بود؟ مایلش تمام. یه ما گپ نمیزنم، دیگر گپ نمیزنم. ای زورو بس سکنون، زاغی سیو دیدگی عاشق شدنت رو فکر میکنن. باوری دارم که اگر تو هم میدیدی تأثیر میکرد. نقابش، قامتش، زیباییش، علاوه بر این حیاتم رو نجات داد. ای قهرمانی من است. ای دختر، خوب هستی؟ با شخصی که رویش رو ندیده عاشق میشوی؟ من نه، او به من عاشق است. آدمی که مرا دوست همین خیلی گفت. زهرا میگفت است. زهرا لطفا به خدای، یعنی تو به گپ‌های روزنهای شهر باور میکنی؟ زاغ سیاه بوده است. آن آدم رو حتی نمیشناسی. شاید دو همانند آدمانی که تو رو دزدیدن گناهگار است. از کجا میدونی؟ ای سفسطه نگوی سیلین. سیلین، به فکر تو من او رو بار دیگر میبینم. آخر من او رو دوست داشتم. آی این چی خیلی کار ها؟ ما اینجا جان میکنیم زاغ سیاه با نقاباش قلب دختر رو یافته است کن. این کار را پرتایم زاغ سیاه شوام نباشد. زهرا جان ببین، تو به خیالهای خم داده شده خودت رو محو میکنی. من همچون دوگانت رو خودی رسان میکنم که تو خانم زهرا هستی، عروس شونده داملا زیا. ای من از رنگ روی او بیزارم. این توی ساخته است. بله ساخته، اما همه این رو حقیقی میدوند. این رو هیچ از خاطرت نبرور. اگر ما داملا زیا رو از دست دهیم میدونی چی میشود؟ السلام خانم زهرا. تقریبا سلامت باشید. تشکر زیاد. در محله یک طفل تولد شد. نامش بیتول است. ما در تولد او اشتراک داشتیم. حالا اویلش مرا
البته که شما را هم همچون فاتحه شده من دعوت دارند. عجبا ما را همراهی میکنید؟ البته دامولوزیو، شما در پایان انتظار شوید لباسایم رو پوشیده می آیم. تشکر. زود زورا جان زود. ای میلش سلیم. سردارم ما چرا این کنعان دیوانه رو حال هم دستگیر نمیکنیم؟ آخر آن آدم قیسنگل تدوزید کو. یکی از آدمهایش گناه را به عهده گرفته است. کنعان میگوید خبر ندارم. هیچ گم نه. زهرا یافت شد وزیر به مسئله اساسیمون برمیگردیم. مسئله اساسیمون چیست سردار؟ کلت کیلاس و یا نام دیگرش زاغی سیاه. یعنی سردارم شخصیت زاغی سیاه و کلتکلاس رو من گفتم، اما کلتکلاس دوست است. حالا که این زاغی سیاه شخصی خیرخواه سوپر قهرمان مانند زارا است. این دو شخص مگر یک آدم هستند؟ برای این را فهمیدن تنها یک راه است. کلت کیلاس را دستگیر کردن. اگر کلت کیلاس را دستگیر کنیم و زاغی سیاه از بین گم شود، معلوم می شود که هر دویش یک شخص است. در اینجا یک مشکلی کلان است. ما از زنده بودن کلتکلاس باوری نداریم سردارم. میلش من به جنازه او رفتم، قبرش چقور کندیم، حتی امام محل هم اونجا بود. میلش لیونت، شخصی گم کرده شده را از کجا میدونیم که کلت کیلاس بود؟ از کجا میدونیم؟ آن زنده است. سردارم عجبا، زاغی سیاه رو دستگیر کنیم، یعنی برای آن میگویم که دستگیر کردن کلتکلاس مشکل است. ای سفسطه نگوی. سردارم خوار کلتکلاس بیتول است کو؟ او را بیابیم. آفرین آفرین پسرم، خواهر کلتکلاس رو تو کفت داشتی. چی شد؟ کفت داشتم رفت سردارم. وقتی که زورا رو که دوزیدن دیگر وقت نشد، فقط از پی زورا شدیم. لیوین رفته خواهر کلتکلاس رو پیدا کن. در این حیات تنها یک چیزی کلتکلاس مونده است، خواهرش. آن آدم سالها باز خواهرش رو گفتگو میکرد. خواهر کلتکلاس رو استفاده میبریم. انا راهش رو یافتیم. رو کنم یاب. گب نه سردارم، هم قخرسانم کردی که. آفرین به تو، آفرین چرچشمه من. بسیار با احتیاط باش زورو. نامی آن زاغی سیاه رو دیگر به دهانت نگیره، حتی فراموش کن. یعنی وقتی که درباره او گپ میزنی چونون میشوی که حیران میکنی آدمون رو. اگر دامولوزیو این رو فهمد هیچ خوب نمیشود. میلش سلیم میلش. دامولوزیو به سیول عاشق شده است گفته همه چی رو چپه کردی. گفتم که به دیگر کس دل میبندد و دیگر کس عاشق میشود، یعنی ازدواجی ساخته و حیران میشود گفته دو دوای کردی. حالا باشد برعکس، مگر تو به دیگر کس دل نبسته ای؟ زورا گوش کن، خوب گوش کن. دامولوزیو هم آدم است، مگر این خیل کار رو قبول میکند؟ حتی آدم دیندار. یعنی اگر اوضاع به دیگر کسی بستن تو پنج شود چی میشود میدونی؟ از او چی رو انتظاری؟ انگشترین رو برای آدم میپرتاید و عقبش رو نگاه نمیکند. راست میگویی؟ البته راست میگویم. ها، علاوه بر این به آن سیول گفتن دختر دقت ده. برای جلب کردن دامولوزیو از دستش نامدهی کارو میکند. احتیاط باش، نگذار که دامولو رو به خودش جلب کند. احتیاط. راست میگویی. دامولو هم باشد، آخر دامولو مرد است. یگان زن اگر کم بودی داشته باشد دلش خنک می شود. من این را فکر نکرده بودم. راست میگویی. البته راست میگویم. در اینجا بیهوده گپ میزنم اگر. تو چیکار داری شوکت؟ کدام زنه که اخراج شده است؟ با تو چی ماشین تو هست مگر؟ گوش کن. بگو. این واقعه زاغی سیاه با دلم زدن را سر کرد. زهرا رو بینی
اگر گپی زوغ سیاه رود آواز و گپزنیش عوض می شود. خب برادر تو عجایب بودم هستی. در تقدیرش کسی باشد. دختر از کالتکی رس گریخت به دنبالازیا زد. آنجا هپ زاغ سیاه برآمد. خدا قربان برآید. ما چی رو انتظاریم برادر؟ زهرا رو با دیدن اون طفل می رویم. بیتول بود کو؟ ها همه خیال گو. برادر از این پس نقابت رو پوش. چلاویک پاوک کن خدا ینگا اومد. شاکر بس کن. سلام. خیر تو از پسی کارت شم. ماله دولا ماله انگه من برم همون زمین پا بیل کنم. آشوریم کما نارو پیش فوز گرفته است. کلام شوی. تو فرو بیار. اوه چه خیلی دخترکی خوش رو و مثل زهرا کنی پیشی هم گاتر آشالله که ما اینجا جوانا که ما با شما مانند هستیم. تشکری زیاد. بیا عزیز دیلم بیا بیا. سلامت باشی زهرا جان. خدا را شکر سلامت به اویلت برگشتی. تشکر زیاده پجان. سلامت باشید خانم زهرا. خدا نگهبانتان. وقتی که تو را دزدیدند داملازیا بسیار غمگین شد. شما او را دیگر غمگین نکنید. ما مردمی محله بسیار به او احتیاج داریم. من رفتم. خیر نقض ماره. این دختر رو زن برگزید مگر؟ من هم نفهمیدم. ما فهمیدم. داملازیا خانم سیوال داملا اگر خواهید بعد شام به کارخانه ما بیایید. به شما شیرینی پختم. اگر بیکار شوم البته می آیم. انتظار می شوم. این چی بیادبی است ها؟ چقدر زنی بیشرم است؟ مگر این به شما میزیبد داملا؟ چی؟ یکم فاتحه شده اید. دویم داملا هستید. سیوم دعوت یک زن بیشور را قبول کرده ایستاده اید. ها شما چرا اینقدر عصبی شدید؟ من نفهمیدم خانم زهرا. چرا عصبی نشوم؟ به جای کاری اون زن نمی روید. نباشد؟ نباشد چی؟ نمیزیبد. خدای تو میلش ازدواج ساخته هم باشد. در این نتیجه در گرد و اطرافمون بعضی از مسئولیت ها داریم. گوش کنید خانم زهرا. با شما این رو چند بار گفتم من در بین من و خانم سیوال خیلی که شما فکر میکنید یگان حسیات موجود نیست. من نمیدونم داملا. من حالا به نزد یزدم رفته ایستادم برای بیانات دادن آن شخصی که مرا دزدیده است. شما لطفاً نمازتان را در مسجد خونده و درست به خانه روید. به جای کاری اون زن نروید میلش. خیر شد خانم زهرا. من دیگر از دهان شما نباید که نام زاغ سیاه را شنوم. همین خیلی میشود. اما با زاغ سیاه شناس شده برای مرا نجات دادنش تشکر گفتن میخواهم. حالا هم زاغ سیاه میگوید ها؟ تمام هیچ گپ نه رفتیم. تمام. داملا شکری خدا که عروستان پیدا کرده. تلخ کف شدیم به خدا. داملا خدا نگهبانتان باشه. سلامت باشه. خدا شما را دوست می داشته است استاد. رحمت تشکر. میلش داملا تا نماز است. سلام علیکم حاجی زیا. بیا دست بگیرم. خوب هستی داملا؟ بخیر است.
عروست را دزدیده بودن او را یافتی؟ یافتم زحمت نکشید. اوه بسیار شاد شده. او را کی دزدیده بوده است؟ به خدا عجایبش این که در اون وقت از سبب بیهوش بودنش هیچ چیز به خاطر نداره. کاش که با یادش آرد. چرا؟ وای یعنی داملا معلوم یعنی این خیلی خوبی کردن، کاری خوب کردن. با این مقصد فقط همین داملا. سلامت باشید. خیر داملا، از پیدا شدن عروس شونده‌تون بسیار خرسند شدیم. علاوه بر این اگر یگان کار شود ما در همین جا هستیم. خیر خوب مانی داملا. سلامت باشید. همین تو نمی‌رسیدی در اینجا. چشمانش بسیار روشن بود، یعنی چخیل به تو فهمانم چشمانش بسیار تنگ بود که قریب رنگ کنای تنگین بود. رنگ رویش سبزنه سیاهی سیننگ سرخچه کبوچه بود. فهمیدم، یعنی محتشم. رنگی رویش رو لیکن زور معرفی کرده. چخیل شده؟ بسیار خوب لیکن برادر این کمبودی دارد. کمبودی دارد اصلاح کردن در کار. قلم را بتید. قلم رو؟ بدو قلم. اینه خیلی میکشن. باز این رسم را 100 تکسر کپی میکنن بگیرید در تمام استالوفکوس طالبای شهر بچسبونید. فهمیدین؟ من نظارت میکنم. رنگش تمام شده است. عصبی شدم سیلین. عصبی. من در حیاتم مانند سیول زنی به شرم‌های رو ندیدم. با دامبلوزیا جلوه کرده او رو به کارخونش دعوت کرد. به فکرش دامبلوزیا رو از من میگیرد؟ من به تو گفته بودم زورو جان. میبینیم چه خیل میگیرد. با من نگر. من به او میگذارم که دامبلوزیا رو از من گیرد؟ میگیرد؟ نه. آخر ساخته هم باشد دامبلوزیا فاتحه شده من است. خیر نه؟ عیناً. آفرین زورو جان. انا همین خیل. بیا اکنون گپی آن زاغیسیو رو فراموش کن. دامبلوزیا رو نرنجان، با احتیاط باش. رفتیم. خانم سلین، خانم زورو، مرا سردارم انتظار است. رحمت. درا سلامی از نه. زورو جان خوش آمده. خوشبخت باشید. اکای اونال جان. سلین جان خوش آمده. مرحمت شینید. السلام. چه خیر شما؟ چه خیر شد؟ خوبتر است؟ این بیتول است. خواهر کلتکلو است. یافتمش با خدای. به خدا سیوال جان سمبوسات با مزه بوده اینکی. آش شود. نمیارزه. سرگوشتک بوده اینکی. با محبت پختگی. رحمت. اما خفه نشه سیوال جان. من سمبوسه را ایتوخ شروعتر میپزم. اگر خطا نفهم یک چی پرسم. سیوال جان به خدا خفه کرد. نخواد یک سوال 100 سوال پرس. داملازیو با خانم زورو چرا فوتیه کردن؟ لوبوف؟ از بیرون این خیل نمی نماید. همه عشق خودش پاید چیزی درونکیه. درونکی میسوزی میمری هیچ کس درکت نمیوه.
دامولا و زهرا هم درونکی میسوزند. موافق است نه؟ موافق؟ بله. کاش که مرم عاشق باشم. مرا گوش کن نمیکچه، به سیوال جان نزدیک نشو وگرنه در همینجا بلوتوث هوی میکنم. چی گفتی؟ نفهمیدم. بلوتوث را هوی کردن به تو تاثیر نمیکرده است نه؟ شرایط داری؟ چیکار کردی؟ مگر آدم رو بسر میزنه؟ اینه بین چه بینیم خون اومد. چیکار کردی ها؟ چی شد ها؟ ها چی شد؟ ها؟ خیکنی؟ با تو کرچه میزنی ها؟ مرد باشی بیا کنی بیا کنی بیا گوشپر بیا کنی تو گوشپر فراموش کردی من شاگردی جک چنم بیا کنی کجا میگرزی گوشپر به خدا با شمال همه افتیده. خوب هستی؟ خوبم بینیم خوب نامد. سردارم یک خبر خوش آوردم. چی شد لوین چی؟ خواهر کلتکلت رو یافتم. در محله زندگی میکرده است. دکتر بوده است. همراه مادر پریوم نیز زندگی میکرده است. روزی دراز شکلات خوردن میشیشته است. آفرین چارچشمه، آفرین پسر، بسیار کاری با موفقیت کردی. شوکت را در آن محله بسیار میدیدیم. انیق یکان علاقه دارد. یعنی شوکت خواهر کلتکلت خدا آرامتی را میشناسه سردارم؟ همین را گفتنید؟ میبینیم یک نقشه دارم. اگر کلتکل زنده باشد به دستمان میافتد. میگوید که شوکت را داشته بکنیم پرسپاس؟ نه، شوکت را پرسپاس کردنمان هیچ فایده ندارد. من دیگر نقشه دارم. انو کس کجی؟ لوینت آزیر به آن محله می روی، اما همچون پولیس نه، همچون آدمی عادی می روی و شوکت رو می یابی. ای تگی چشمت سیاه شده است. نه جانی من هیچ چیز نشده است. به خود زود میگذرد. ما عادت کرده ایم. خیریت سخت نزده است. حاضر این یک دردش رو میگیرد. همش خوب میشود. این خیلی که من شته خوردگیم خریق شته خوردگی نیست. این کله چیه؟ اینجا بیا! یک طرفیستا! بخیر که با شته میخوری به خودو. بس هست! چرا بیچاره را میزنی؟ دیگر به اینجا نه حیوان. ها بچه اینجا چی به ترتیبی های؟ سوی اینجا کیست؟ آقای پلیس حالا به ترتیبی رو یک طرف گذاریدو. شخصی گناهکار از خفایتان خاموشانه میگریزد شما نمیبینید. پیمپی زیادی نکن، من برای تو آمدم. برای من؟ در آنجا صحبت مخصوص میکنیم. تو با من چی خیلی مخصوص صحبت داری ها؟ گپا کم کن. یا خدایا با آنجا روم.
به خدا بسیار چای زور. یک دوستی جانی داشتی بایاتت هست؟ من یک تا دوست جانی داشتم او هم رحمتی شد میدانی؟ آخر رو میگویم کرتکیلاس ما خواهری رو پیدا کردیم. چی گفتی؟ میگویم که خواهر کرتکیلاس رو ما پیدا کردیم. تو راست میگویی؟ خیر تقدیر کرتکیلاس بیچاره خواهرش رو نفته این دنیا رو پدر گفته رفت. خواهرش در کجاست؟ از کجا یافتید؟ تقدیر رو ببینه اگر کرتکیلاس خواهرش رو میدید چی میشون؟ بیچاره آرمان در دل را. برادر حالا خواهرش در کجاست؟ این رو به من گوی. آخر تو از حرکت های شوکت کی بودن خواهر او را دانستن و ندانستنش را میفهمی. اگر نداند انیق از تو معلومات گرفتن میخواهد. شیطانگری میکنی ها؟ گوش کن آرامانه باز میپرسم خواهر کرتکیلاس حالا در کجا است؟ یک دقیقه تو از من معلومات گرفتن میخوایی ها؟ یا خدایا با من صبر بده. سردارم شما بسیار هم زیرک بودید. راست برآمد. برادر گوش کن خطا نفهم چی گفتن را نفهمیدم اما ما با کرتکیلاس سالها باز خواهرش را میجوستیم و دیدن نصیب نشد. فهمیدی؟ اقلا اگر او را یابم برادرش او را چقدر دوست میداشت میفهماند. کرتکیلاس اقلا در قبر آرام میشود. فهمیدی؟ برای همین سراغش را به من ده. او را یابم بسیار خوب میشود. البته آخر من با خواهرش گفتن نتوانستم که کرتکیلاس مرد. گفتن نتوانستم. وجدانم نبرداشت. از چهرهت معلوم است که شیرین سخن هستی. تو با خوبی با خواهرش را فهمم. میلش من سراغش را میدیم. بسیار ثواب کلان گرفتید گفتمانم. روتسیا که صغیره رحمتی بسیار جستجو کرد. تقدیرم این بوده است. سردارم خیر ما کی بودن این خواهر کرتکیلاس رو به شوکت میگوییم؟ سفسطه نگو مگر این ممکن است کسی اساسی را از دست میده. پس چیکار میکنیم؟ دیگر سراغ را میده. ما باشیم با تمامی گروه اطرافیان سراغ را احاطه میکنیم. درسی اگر کرتکیلاس زنده باشد که زنده است، شوکت باشد دوان رفته در آن خانه زندگی کردن خواهرش را به او میگوید. کرتکیلاس چی میکند؟ زود به آنجا برای دیدن خواهرش میرود. همین خیلی سردارم. بعد ما چی میکنیم؟ در جوش میبرداریمش. آفرین به تو لوین. آیسته سرت به کار در آمده است. این خیلی نقشه گیزله را که جو میبینی سردارم. برادر آیسته بیا سر رویت را میزنی. چی شد بر رویت؟ این رو کی کرد؟ این مرا دفع که طرف خواهرت را یافتم برادر. چی؟ کی یافته است؟ لوین چهارچشمه است کو او یافته است. به شعبه آمده تو رو پرسیده است. خواهرت تو را میجوید برادر. شوکت تو چی خیلی خبر آوردی؟ تو چه ها میگویی؟ انا سراغش برادر. خواهرم
دستانت رو بردار. کلتکل است. اطرافت احاطه شده است. راهی گریز نداری. یگان حرکتی ناجا نکن وگر نمیپرانم.